مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 نوامبر سال 2022 درباره آشکار شدن باز یک حالت دزدی تلفن موبیلی خبر داد. بنا به این منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زنی 48 ساله ساکن نویه رودکی مراجعه نموده است که 25 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 16:20 هنگام در داخل مغازه قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 11 را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 4830 سومانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. دزدی یکی از جنایت‌های اعظم رایج در تاجیکستان به شمار رفته تقریبا چهارک تمام جنایت‌های در کشور صادر شده را تشکیل می‌دهد. ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی همچون جزا جریمه به اندازه از 500 تا 2000 نشان دهنده برای اصابها و یا حکم زندان به مهلت از چند ماه تا 12 سال را پیش بینی می‌کند.